امروز میان بسیاری از خوانندگان از جمله مکتب بچگان خردسال کاستگی اخلاق، موجود نبودن حس فعالناکی اجتماعی برای رفتار خود مشاهده می گردد. غیر از این در سطح عائله ها نیز پسشوی سیمای اخلاقی عده از پدر و مادران به نظر می رسد و این ناگزیر به از دست دادن موقع اخلاقی کودکان باعث می شود. در منگرف همگرایی تشکل دانش‌های اخلاقی و رفتار مکتب بچگان خردسال که به قلم فیض گلمدوف دکتر علم‌های پداگوژی مدیر شعبه پداگوژیکا و متدیک تعلیمی اکادمی تحصیلات تاجیکستان متعلق است تشکل دادن صفت‌های رفتار و با دانش‌های اخلاقی مسلح نمودن آنها را واسطه مهم می‌شمارد. طور مؤلف تاکید می نماید دانش‌های اخلاقی آن وقت نتیجه دلخواه داده می توانند که اگر آنها در همگرایی با رفتارهای عملی خوانندگان تشکل داده شوند. برای این تشکیل فعالیت کلکتیوانه را با مکتب بچگان خردسال یکی از واسطه های مهم می حسابد. این کتاب نام دارد همگرایی تشکل دانش‌های اخلاقی و رفتاری مکتب بچگان خردسال. ما برای چی همین موضوع رو انتخاب کردیم و دنبالگیری کردیم؟ چرا که همین اولا تربیه اخلاقی از عائله شروع می شود و همزمان باز در مکتب و در بگیم اگر بچه های تا مکتبی باشم و در مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی اگر ما تربیه اخلاقی کودکان رو از سن خردی به راه مونیم در سن نورسی و جوانی هیچ دشواری نه با آموزگار نه با پدر مادر پیش میآید. چرا که اون چیزی که کودک در خردسالی از خود میکند در خردسالی میبیند وای در کلانسالی هیچ گاه فراموش نمیکند. با کودکان خردسال با مکتب بچگان خردسال از حد زیاد نصیحتگویی های بسیار اونقدر ضرور نیست، گرچنده که به این هم نمیشد. باید ما فهمونیم کمبودیشون آشکار کنیم گوییم، لیکن رفتار کردار کلانسالان برای بچه ها یک نمونه عبرت می شود در صورتی که با رفتار کردار خوبشون اونو پیروی کنن. بعضا می شود که مثلا در عائله همون پدر مادر غیبتچگی میکنن، با آوازی بلند گپ میزنن یا دیگر رو احترام نمیکنن و خود این خصلت رو با کودکان میگذرد. مؤلف در منگرف خود با آوردن مثال و مسئله ها از ادبیات پداگوگ های مشهور منطقوی و جهانی تاکید می دارند که در مناسبت با مکتب بچگان خردسال نه تنها در محیط تعلیمگاه همچنین در خانواده ها نیز باید از احتیاط کار گرفته شود، زیرا این دوره زمان کمالیابی نورسان بوده هر رفتار خوب و بدی که با آنها صورت می گیرد بدون شک تأثیر خود را می گذارند. پداگوگی برجسته سابق اتحاد شوروی آنتون سیمونویچ ماکارنکو با پدر مادران تاکید کرده گفته بود که شما خیال نکنید که فرزند خود را با نصیحتگویی های زیاد تربیت میکنید. شما چگونه از کار می آیید، چگونه لباس خود را عوض میکنید، چگونه روزنامه و مجله را میخونید، چگونه خوراک میخورید، همه این میگد با کودک به تاثیر نمیموند. یعنی همون رفتار و کردار کلانسالان برای بچه ها یک تاثیری وای میرساند، سازگار میرساند. ما برای چی گفتیم که همگرایی تشکل دانش‌های اخلاقی و رفتار مکتب بچگان خردسال. همین دانش‌های اخلاقی هست. بعضیا بعد میگن چه خیلی دانش‌های اخلاقی. دانش‌های اخلاقی همون راستگویی است، پاکوجدانی است، دلسوزی است، غمخواری است، مهنت دوستی است، پاکوجدانی است و غیره و کذا است که اینو همون با دانش‌های اخلاقی و عبارت دیگر گوییم
همون تصورات های اخلاقی همون کودکان میباشند. اکنون وقتی که کودک درباره این صفات های اخلاقی وقتی که یک تصورات مهم پیدا میکند، اکنون ضرور است که ما تعلیم و تربیه رو طرز برای مونیم که در رفتار کردار عملی خودش همین خصلت های نیک انسانی را باید استفاده برد. در رساله مذکور همچنین نشان داده شده است که هنگام خوب و مقصدناک تشکیل نمودن فعالیت کلکتیوانه در مکتب بچگان خردسال صفت‌های اخلاقی به مانند انسان دوستی، مهربانی، مسئولیت شناسی، یاری رفیقانه بین همدیگری، دوستی و رفاقت و غیره را تشکل می‌دهد. حیات همین کودکان بسیار عجیب است. در باغچه مربی تاکید میکند که هر کس که اگر بازی کرد با بازیچه ها را برده در جای خودش ماند یا پای افضل خود را گرفته در جایش مونید. هر کس که خوراک خورد کاسه و قاشقش را برده در آشخانه ماند. یعنی اگر کسی که از دوستان این کودک اگر همین کار اجرا نکند، اونو با مربی بعد میگن که من این بازیچه را در جای خودش نموند. این خبرکشی نیست. و کودک با این گپش گفتنی است که من این کار را درست اجرا کردم، چرا این نمیکند؟ این خبرکشی حساب نمیشود. یعنی کودکان علاقه همون تصورات اخلاقی که از خود کردن بینید که در عمل تطبیق میکنند. یعنی این از اون گویی میدهد که همون صفات اخلاقی که کودک در اویله، در مکتب از پدر مادر و آموزگاران از خود کرده است، یعنی اخلاقی وی در رفتار عملی خود استفاده برده شده است. مؤلف اوید به فعالیت یکجایی مکتب، عائله و اهل جامعه در همگرایی تشکل دانش‌های اخلاقی و رفتار مکتب بچگان خردسال مخصوص تاکید کرده است. این چنین دایر به مشغولیت‌های بیرون از صنفی و تأثیر آن به تشکل ذهنی و جسمانی کودکان اشاره‌های هم دارند که قابل ستایش می‌باشند. این بسیار چیز نازک است. البته برای مکتب بچگان خردسال این کمی اگر بروقتر هم که باشد، ما جزهای برای آنها دسترس رو ما باید که در مکتب بچگان خردسال اینه تشکل دهیم. یعنی همون تربیه همون کودک از همون دهه خودش، از همون کشتزار غله، از همون مهنت ثباتکارانه همون مردم آغاز می یابد. همین رو ما باید که در کودکان تلقین کنیم. یعنی گوییم که من بینید این مردم برای ما و شما چگونه مهنت جانفیدانیه میکنن، چگونه زحمت میکشن برای ما، برای خرسندی شما، برای مثلا بولیده خاطر شما همین کارا میکنن. یا اینکه معلم با مکتب بچگان خصوص سفارش میدهد که برای تربیه گیرندگان باغچه ما بازیچه ها میسازیم، میریم همون تربیه گیرندگان باغچه رو تبشون رو چاق میکنیم. یعنی با همین واسطه هم یک مکتب بچه خردسال گویا که یک ادای قرضی انسانی شای میکند. رفته میبیند که چه کودکا خرسند میشوند از همین بازیچه های توفک کردگی اینو، چه مثلا بولیده روح میگردن. علاقه همین در قلب بچه جای میگیرد که من باید پیوسته با دیگران با مردم خوبی کنم، نیکی کنم، احترام گذارم با مثلا بگذار کودک خوردم باشد، بگذار که وای حالی از اینو 4-5 سال خورد باشد. یعنی با اونام احترام گذاشتن، اونا رو مثلا که دستگیری کردن، بولیده رو کردن، این هم ادای قرض انسانی است. با تاکید مؤلف منوگرافی همگرایی تشکل دانش‌های اخلاقی و رفتار مکتب بچگان خردسال یگان نفر تربیه معنوی و اخلاقی را انکار و رد کردن نمیتواند و تنها گذشت زمان است که به مضمون آن دیگرگونی ها وارد می سازد.
مسئله که من تحقیقات علمی برده ایستادم اصلا تشکل اعتقاد معنوی اخلاقی است. در این باره با مونوگراف دیگر هم به زبان روسی انتشار کردگی هستیم و ما پیوسته با آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی مخصوصا ضمن سفرهای خدمتی ما حتما بغیر از اون وظیفه‌ای که به ذمه ما واگذار شده است من شخصا باز توجه میکنم به همین مسئله. یعنی خوانندگان یعنی تا چه اندازه مکتب بچگان خردسال یعنی همون صفت‌های نیکی اخلاق انسانی را که مثلا من بیشتر اهمیت میدم به همون ترحم، رحم و شفقت، تحمل پذیری، احترام رفیق، یعنی که همین در ذهنی بچه همین چیز خیلی تشکل یافته است و این همون اعتقاد معنوی اخلاقی اگر گوییم که کلیدی رشد شخصیت است ما خطا نمیکنیم. یعنی با همون یک کار اعتقادمند شدن، اعتقادمند کشید در همون گوییم که در ذهنش در تفکرش که جای گرفت دیگر رو کنده گرفته نمی شود، چون که وای الکی این بچه دیگر خیلی رفتار کردن نمیتواند. حتما وای گوییم که در نقلیات، در جای جمعیتی، در خونه، در مکتب او این کار را اجرا میکند و رفیقش که اگر نادرست رفتار کرد با معلم اظهار میکند که من این مثلا چی نکرد، رعایت نکرد. یا در همون نقلات جمعیتی مثلا من در این کتاب آوردم همون مثلا با مادرش در نقل جمعیتی میشیند در کرسی، اما یک زنکی کلانسال یک مردی کلانسال میدروید جا نمیتید. بعد ما پرسیدیم، این البته چند سال پیش بود، ما پرسیدیم که چرا مثلا با این آدم کلانسال جای نداده و میگه که من 2 ماه همراه مادرم نشسته میروم. یعنی مادرش به این کودک نفهمونده است که با آدم کلانسال یا کسلمند جا دادن در کار. اگر پدرش مادرش 1 بار 2 بار 3 بار که فهموند او در و ازش خسته به آدم کلانسال جای میده. برای بالا بردن فرهنگ معاشرت و حس مهنت دوستی مکتب بچگان خردسال وسیله‌های مختلفی وجود دارند که باید هر یک آموزگار از آنها از روی کسبیت استفاده برند. ناگفته نماند رساله‌ای که حالا ما اطرافش صحبت داریم از چنین مثال و مسئله‌ها و همزمان پرینسیپ‌های پداگوژی خیلی زیاد میباشند. یکی از جنبه‌های مهم همین تشکل قرضی انسانی است و دیگر چیز که همین اهمیت همگرایی دانش‌های اخلاقی و رفتار مکتب بچگان خردسال در اینجا آورده شده است و خصوصیت‌های مخصوصی تشکل دانش اخلاقی و رفتار مکتب بچگان خردسال. بعد بیشتر ما در اینجا آوردیم اما فعالیت یک جای مکتب بچگان خردسال را و خیلی که پیشتر اشاره کردیم که یک جای توفچه‌ها می‌سازن برای تربیت گیرندگان باغچه بچه‌ها یا دام خوراک می‌سازن. همین مهنت کلکتیوانه هست، یعنی در اونجا اونها همکاری میکنن، کسی که مثلا کمی سرفهم نرفت یاردم میکنن. یعنی در اینجا البته فرهنگ معامله، فرهنگ مناسبت، یعنی آموزگار باید فهموند که با تمسخر یاردم نرسون، یعنی با یک فرهنگ، با یک مدنیت بلند. و دیگر در اینجا هست همون تشکل دانشگاه اخلاقی و رفتار هم در وقتی درس و هم کاری بیرون صنفی. حتی در وقتی که به سیاحت میروند به اصطلاح اکسکورسیون میگفتند، یعنی در اونجا هم همین چیز یعنی باید که برآورده شود. و در اینجا با ما آورده هستیم درباره همون موقع پدر مادر در تشکل دانشگاه اخلاقی و رفتار مکتب بچگان خردسال و نهایت پداگوژی همکاری گفتیم.
در تشکل دانش‌های اخلاقی و رفتار مکتب بچگان خردسال و همین پداگوگی همکاری هم بسیار موقع مهم دارد. اینجا که اصلا گپ درباره همون آموزگار میرود که با بچه ها چخیل در معاشرت معامله و همکاری است. یعنی آموزگار هیچگاه باید که خودش رو از بچه ها کنار نگیرد. او باید دویم در حلقه مکتب بچه ها باشد. دائما او دویم مثلا در مکتب یک محیط خوشحالی رو به وجود بیارد. یعنی کودک مکتب بچه احساس کند که همین آموزگار برای وی یک شخص بسیار عزیز است. من میخیل با اطمینانی کامل گفتم میتوانم که هستن آموزگارانی که مکتب بچه سر دلش رو با پدر مادرش نمیگوید، اومده با آموزگار برابر صنفش کم میزند سر دلش رو. یعنی این از چی گواهی میدهد؟ از اون گواهی میدهد که الکی یعنی آموزگار در قلب کودک الکی موا گرفته است و او در شخصی آموزگار یک بگیم که استادی مهربان، یک شخصی برای خود عزیز، یعنی در هر یک لحظه مشکلات او با آموزگار مراجعت میکند. البته ما موقع پدر مادر رو ما نادیده نمیگیریم، لیکن در بعضی حالات موردی میشود که او آمده به همون استاد خودش مراجعت میکند. یکی از وظیفه‌های مهم تکمیل دادن روند تربیت این جستجو نمودن واسطه‌های ثمرناک تاثیررسانی به گروه مکتب بچگان از حساب خوبتر و بیشتر استفاده نمودن اقتدار تربیوی آنها می باشد. از طرف آموزگاران استفاده بردن واسطه، شکل و اصولهای گوناگون کارهای تربیوی آید به تشکل رفتارهای اخلاقی مکتب بچگان خردسال بازگوی آن است که در این جاده هنوز امکانات‌های استفاده نشده خیلی زیادند. من یک مثال میارم، در همین کتاب هست. در یک مکتب در صنف 5 یک خواننده میخوند که از فن متمتیک فقط از کارهای سنجشی باید بهای 5 میگیرید. فقط باید تعریف تفسیر میشنوید و بگیم که گلی سری سبد بود. بعد همین خیلی میشد که با طوری با اکن نوبتی باز کار سنجشی میگیرد آموزگار. بعد دفترها را شب در خانه میسنجد، پگاهی اومده به هر یک خانه تقسیم کردن میدهد. خیلی بچه ها ورق میزنن، هر کس با های خودش میبیند و معلم اعلان میکند که من از کار سنجشی من همون یک بهای 5 و 5 تا بهای 5 شد این دفعه. وقتی که این گپ رو میگوید، همون بچه‌ای که فقط از متمتیک بهای 5 میگرفت سرش رو بالای پرتک گذاشته گریه میکند. بعد آموزگار حیران میشد، میگه که طرف بچه ها سوال میکرد که برای چی این گریه میکند؟ بعد همه خاموش، صنف رو خاموشی فرا میگیرد. بعد یکی از دخترکو بعد میگوید که معلم میدونید برای چی این بچه گریه میکند؟ برای آنکه بغیر از او باز چند نفر دیگر بهای 5 گرفتند. هیچگاه با سرزنش حسد زیاد ما تربیت کرده تعلیم داده نمیتونیم. هیچگاه ما باید برای خردترین موفقیت بچه رو باید رو بلند کنیم، برای خردترین موفقیت. این بردی آموزگار میشد در تعلیم تربیت کنیم. از تحلیل و آموزش تجربه پداگوژی آموزگاران صنف‌های ابتدایی برمی آید که به مسئله های همگرایی تشکل دانش‌های اخلاقی و رفتار مکتب بچگان خردسال هنوز دقت در کاری داده نمی شود. به قول فیض گلمدوف
доктори илмҳои педагогӣ, мудири шуъбаи педагогика ва методикаи таълими академияи таҳсилоти тоҷикистон бояд ҳар як омӯзгор вобаста ба хусусиятҳои фардии хонандагон дар ҷараёни таълим бархурд намояд. اینجا یک چیز است. من اصلا ضد اون هستم که در یک چیز ما همه را علم کنیم. این خیلی هیچ ممکن نیست. یعنی هر یک کودک وابسته به قابلیت و خصوصیت های پسیفیکی خودش انکشاف می‌یابد. البته ما باید کوشش کنیم که بچه علم را حاصل کند، دانش را حاصل کند، اما بچه با خصوصیت فردی دارد، خصوصیت پداگوژی پسیکولوژی دارد بچه، یعنی مطابق به همین وای دانش حاصل میکند. البته در اینجا موقع معلم را ما صرف نظر نمیکنیم، باید که در محوری همون تعلیم تربیت باید آموزگار باشد. خواننده البته داروی همون قابلیت های معین به دنیا می آید. اگر ما او قابلیت ها را انکشاف ندیم، رشد ندیم، اونو ترقی نمی کنند. یعنی هم پدر و مادر هم آموزگار در اینجا می توانند که با خوانندگان یک دانش مکمل رو اینه چی کنند، تلقین کنند. وابسته به سوالی که شما دادید، هر یک خواننده موافق همون ذوق و استعداد و قابلیت ذهنی که در او تشکل یافته است موافق همین عقد میکند. البته اونا پیشرفت میکنند، لیکن موافق همون توانی ملکه‌های ذهنی که در اونا تشکل یافته است. در монографияи зери назари мо на танҳо раванди таълим дар муассисаҳои таълимӣ мавриди таҳлил қарор дода шудааст. инчунин вазифаҳои падару модарон низ ба таври шоиста дарҷ ёфтаанд ки дар айни вақт хеле зарурӣ ва муфид мебошанд. کتاب‌های تألیف نامده علمان را ما حتی با مکتب‌های دوردستی مثلا دهه‌ها برده ما تقدیم کنیم که اونا خوانن، یعنی از این بهره برداری کنن، بگیم که دستور کار خود قرار بدن. نخیر از همین بگیم که دانش‌های پداگوژی پدر مادرای ما بسیار دورن، فقط متدی تربیت اونو همین جزای جسمانی است. گوشی بچه رو کشیدن، جزای جسمانی دادن، بعد کار فرمودن. نه، ما باید این کار نکنیم. ما با مهربانی اگر بگیم که مناسبت کنیم، این تربیت ما بسیار یک تربیت عالی درجه می شود. لیکن اگر که ما با همون جزای جسمانی و تهدید فشار اگر ما تربیت کنیم، در بچه ترسانچکی یعنی در دلش جای میگیرد. در همون монографияи забони русии ман як зербандаш ташаккули ҷуръатнокии ахлоқӣ дар мактабачагони хурдсол аст. ҳамин мавзӯъро ман ба яке шогирдонам ба сифати мавзӯи кори диссертатсионӣ додам. тарбияи ҷуръатнокии ахлоқӣ дар мактабачагони хурдсол. яъне бача бурд як дар вақти пиёдаро шустан 7 тон шикаст, мо сарзаниш накунем, гӯем писарҷонам шумо эҳтиёт кунед دفعه آینده نشکنید. اگر که ما او را ترساندیم، دفعه دیگر یکم این کار نمیکند، دویم با ترس لرز این کار میکند، با میشکند. یعنی گویم که هیچ گپ نه، شکستید احتیاط کنید دیگر نشکنید. تمام دیگر همه گلستان. тавре иттилоъ пайдо кардем, монографияи ҳамгироии ташаккули донишҳои ахлоқӣ ва рафтори мактаббачагони хурдсол баъди омӯзишу пажӯҳиш, таҳлилу баррасиҳои доманадор, бардошти таҷрибаи бузурги омӯзгорӣ ва истифодаи сарчашмаҳои муътамади илмиву педагогӣ таълиф гардидааст. ҳоло ин китоб дар сархати адабиёти лозима барои аҳли илму маориф, хусусан омӯзгорон, унвонҷиён, аспирантон ва доираи васеъи хонандагон قرار گرفته است. این کتاب اصلا زمینه هایش در زمانی که من با راهبر علمی هم
در اینستیتوت پرابلم های عمومی تربیه اکادمی فنون پداگوژی شهر من کار میکردم. اصلا ایده ها از همون وقت پیدا شدند و البته ما در آمدن این کتاب ادبیات های زیاد علمی اوید به پداگوژیک، پسیکولوژیا مطالعه کردیم و در همین زمینه نقطه های نظر خود را ما ارائه کردیم و برای روی چاپ آمدن این کتاب البته ما در مؤسسه تحصیلات علمی تحقیقات جراندیم. این تحقیقات ها در ناحیه حصار بودند، در شهر دوشنبه بودند، در ناحیه میر سعید علی حمدانی حاضره بودند و مکتب رقم مقصد من 35 شهر دوشنبه و اون من حاضر ما این تحقیقات رو با پیگیر کرده شدیم. یعنی در همین زمینه اینجا از پداگوگای نامداری دوران شورای ما مثال های زیاد آوردیم، از پداگوگای نامدار سخاملینسکی، از مکارینکا، کروبسکایا و همزمان از پسیکولوژای بسیار معروفی که در دنیا اینها معروف هستند، ویگوتسکی، لیونتیف، داویدوف، باژوویچ و همزمان ما تکیه کردیم به علمانی پداگوژیک تاجیک هم استادی برجسته علمی پداگوژیک محمد لطفالله زاده با شریف زاده و خادیر بازارویچ و دیگر علمانی معروفی تاجیکی معروف عرفی ما اثرهای اونها رو مطالعه کردیم، در کتاب خود از اونها اقتباس آوردیم، با اونها البته تکیه کردیم که یعنی همین کتاب در نهایت کار یعنی بگیم که اگر هم خیلی کرده بگیم تولیدی یافت. کتاب ما از 3 باب و هر کدام از 3 زیربند عبارت است و در هر یک زیربند البته با همون بگیم که با نامگذاری خودش از هر یک زیربند فرق میکند، لیکن هر یک زیربند آینده دوام منطقی زیربند اول است. واقعاً یکی از جنبه‌های مهم روند تربیه در مکتب بچگان خردسال تشکل دادن دانش‌های اخلاقی و اعتقاد اخلاقی و در این زمینه رفتار خود را در اساس پرینسیپ یگانگی قول و عمل تشکیل نمودن میباشد. اینچنین خصوصیت خاص روند تشکل دادن دانش‌های اخلاقی و رفتار مکتب بچگان خردسال را آموخته به خلاصه آمدن ممکن است که بلند برداشتن ثمره‌ناکی این جریان بر راهبری ماهرانه پداگوژی وابستگی دارد. همچنین پژوهش خصوصیت مخصوص فعالیت یکجایی مکتب، عائله و جامعه در همگرایی تشکل دانش‌های اخلاقی و رفتار مکتب بچگان خردسال مسئله اکتوالی به حساب می رود.